برادرایی که میدونیم خداوند عیبای رضا شود که توفیق ایمانشون زیاده کند، حج رفته آمدن مقصد سیگار نوزکشی رو پرت افتند، ولی مدت نماز خواندن، ولی افسوس که حاضر نماز نمیخوانند. برای همونا اگر یک کم ترک نصیحت میکردید رحمت. بله برادر عزیز، این امر معروف و نهی منکر، حتی بعضی علما گفتن که اگر ارکان اسلام 6 تا میشد، ششمینش امر معروف و نهی منکر میشد. وقتی که در جامعه امر معروف و نهی منکر، ضرری نماز نخواندن و فایده نماز و بیان کرده میشد و یک کس که به نماز جماعت نرفت، دیگر همسایه های یار و دوستا وقتی که به او این کار میکردند کجا شدی یا خبرگیری میرفتن که دور شد در نمازهای جماعت نمی نمایی، شاید بیمار بودی، خوب هستی، گفته به خبرگیری میرفتند و او را کشاله میکردن به نماز، به این روزها گرفتار نمیشد. بنابراین اگر کسی که خواهد که توبه کند از گذشته عملهای پیشینش، باید گرد و رفیقان همصحبتانش هم تغییر دهد، برای آنکه همصحبت نیک بسیار تأثیری خوب دارد، همصحبتی بد هم تأثیری بد دارد. حتی در بین حیوان های و در بین پریدمیت ها هم. او حضرت سعدی میگن که یک گل خوشبوی در دستم افتید، بدو گفتم که مشکی یا عبیری، در حمام میگن یک پارچه لای در دستم افتید، گل بسیار خوشبوی بود، میگن بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزی تو مستم، تو چی؟ تو لایی یا که خاکی؟ تو بوی عطر میکنی، بوی گل میکنی؟ بگفتم من گل ناچیز بودم، ولی که مدت با گل نشستم، کمالی هم نشین بر من اثر کرد، وگرنه من همون خاکم که هستم. من یک خاک هستم اصلا، ولی یک مدت با گل نشستم، در همون کاسه طبقهای گل، همراهی گل یک مدت نشستم، کمالی هم نشین، صفتهای بزرگی هم نشینه بر من اثر کرد و الا من همون خاکم که هستم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که آدمایی که اسب میچراند و شتر میچراند، پادبان ها، اونا متکبر میشن. او پادبان است لیکن کبر دارد. همین صفت حیوان ها به او میگذشته است. و این چونین گوسفند پاها خاکسار میشد. گوسفند ها سرش خم است. کسی که پادبانی گوسفند است او خاکسار میشد. یعنی از حیوان هم انسان تاثیر میگرفت است. چی جای انسان به انسان؟ از همه تاثیر نیک و بد انسان از همون یار و دوست و نزدیکانش میگیرد. بنابراین اهمیت دادن به رفیقان، اگر حج کرده بیدو رفیق و یار و دوست همون الکشای پیشینه باشد، با پگه بینید که با قطار هموها عرق نوشی و با بینمازی و با فسق و فجور است. بله یک اقدام کرده است، حرکت کرده است و ولی سبب ها رو نگرفته است، بنابراین از راه باب میبراید. بنابراین وقتی که عمل صالح کردید باید همه جهت اهمیت دهید. یک آدم وقتی که 100 کس به قتل رسانیده بود، 99 کس اول به قتل رسانیده بود، یک آدم علمدار هست که پرسم مردم یک آبیت نشان دادن به همون سلای و ریشی کلانش اهمیت داده، بی خبر از اون که او علم نداشت، رفته میپرسد که من 99 کس کشتم، الله مرا میبخشد؟ میگه نمیبخشد. بعد صدی تغری میکند، یعنی 100 کس میشه به این صوفی، این هم میکشد 100 کس میشه. بعد میگن که اعلم اهل الارض به من نشان دید، عالم ترینی روی زمینه. بعد نشان میدیم به نزد یک عالم، بعد میرد میگه که من 100 نفر به قتل رسانیدم، آیا توبه مرا الله تعالی قبول میکند؟ بعد اون عالم میگه که و من یحول بینک، کی پیشی تو را میگیرد؟ پیشی توی پیشی توبه را کسی نمیگیرد. یعنی وقتی که توبه کردی الله تعالی گناه ها را میبخشد در این دنیا. لیکن این زمینی که تو در اینجا 100 کس به قتل رسانیدی، این زمین زمینی بد است، مردمش هم مردم اهل فسق و فجور و کفر هستند. تو به فلان کشور سفر کن، در اونجا زندگی کن، در اونجا زندگی کن، اونجا مردمی صالح هستند. تا اینکه یعنی توبه انسان سالم شه. توبه اینه که یک پشیمان شوید و از الله تعالی آمرزش و پوزش پرسید و برگردید بدید چند وقت. برای برنگشتن سبب ها را گرفتن لازم است. یار و رفیق و گرد و اطراف تغییر دادن در کار است. نامری
تلفن و سیم کارت و امکانات شد عنوان تغییر دادن در کار است. مثلا بعضی انسان ها هست با بعضی انسان های دیگر عمل های زشت میکردن، گناه میکردن با یار و رفیقاشون. اگر خواهد که از این گناه خلاص شد، از اون یار و دوستی هم باید خلاص شود. الا در همون حالتی که بسیار انسانی با قوت باشد و تأثیری نیکی که امروز هدایت یافته توبه کرده است با اونها هم رسانیده تواند و اون پیشینه دوستانش هم برای راست درآرد، خوشا به حالش. لیکن اگر ضعیف باشد، یعنی اطرافیانش را نو کند، تغییر دهد. در منطقه‌ای که مثلا در کشورهای غیر مسلمانی زندگی میکردگی باشید، کوشش کنید در منطقه مسلمان هاش جایگیر شوید، در نزدیکی مسجد خانه اجاره گیرید، کوشش کنید یعنی اطرافاتون یعنی نمازخانه های دیندارها باشد. یعنی اطراف، محیط اطراف تاثیر و نقشی عظیم دارد برای مستقیم شدن یک آدم و برای کج شدن یک آدم. اطرافیان تاثیر دارد. ولی الله تعالی مسلمان ها را برای راست هدایت کند. هر یک بنده باید از بالای خودش کار کنه، راهی اصلاحی، راهی پاک شدن، راهی نزدیک شدن به الله تعالی، راهی موفق شدن در کارهای دینی و دنیوی را جستجو کند و پیش رود.